بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع فتنه انداختن بین مسلمان چقدر یک از گناههای کبیره هست و فتنه در گرفتار کردن خاصتا یک مردم را قوم را، چی در فتنه در دینشان باشد چی در فتنه معامله بین یک دیگر مسلمان ها باشد که الله پاک در قرآن می‌فرماید که الفتنه اشد من القتل و در دیگر جای قرآن می‌فرماید اکبر من القتل. در حقیقت فتنه یک از کلانترین چیزهایی هست که الله پاک حرام گرداندگی هست. فتنه یعنی که مردمی هستند که وقتی که فتنه اندازی میکنن اونها در حقیقت از کشتار در کرده سختتر هستند. فتنه با گاهی میشه در دین میشود، مردم مثلا که در دینشون باز میدارد از دینشون یا اینکه کار میکنه که مردم از دین کنده میشن، اینها فتنه ده، یعنی که یک قسم فتنه هست. حتی فتنه بین زن شوهر، حتی یک نفری هست که اون بین آنها میخواد فتنه بیاندازد، این از جمله انسان‌های فاسقین هست و از جمله انسان‌های بدبخترین انسان در نزد الله به حساب می‌رود. به همون خاطر شریعت غرا صلح انداختن یعنی که اصلاح کردن بین دو برادر را از جمله ثواب‌های گرداند که صدقه حساب می‌خورد. این روایتی که از طریق حضرت ابو هریره روایت می‌کند از نبی صلی الله علیه و آله در روایت بخاری مسلم ذکر شده هستند که میگوید که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله هر پیوندی های از فرزند انسان در صدقه واجب است. وقتی که صبح میکند انسان در روایت میفرماید که 360 پیوند دارد، یعنی که پیوند سلام من الناس میگن، سلام پیوند ها را میگن، یعنی که وقتی که انسان صبح میکند اون باید 360 پیوندش قطعی صدقه کند که الله پاک اون چی کرد؟ زنده نگه داشت و اونا بگیم که صبح کرد اون نفر روز دیگر شروع کرد، یعنی که به همون خاطر صدقه کردن برای اون ضرور می شود. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفتند که تعدیل بین اثنین صدقتون، تعدیل بین اثنین صدقتون. وقتی که یک نفر بین دو نفر صلح می اندازد، بین دو نفر بگیم آشتی می اندازد، بین دو نفر بگیم خوبی می اندازد، یک دیگر فهمی میکند، در اون صدقه است. یعنی که یک نفر وقتی که بین دو نفر صلح می اندازد، اونها شاید که یک دیگر نفهمی داشتن، شاید که یک دیگرشون بد می دیدن، جنگ جنجال بود، اون وقتی که اصلاح میکند این خودش یک صدقه حساب میخوره. و در دیگر روایتی که اینم بخاری مسلم روایت میکند که از طریق ام کلثوم بنت عقبه میگه که رضی الله عنها که گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله را میگفتند که لیس الكذاب الذي يصلح بين الناس وينمي خيرا او يقول خيرا. انسانی که اصلا دروغ گفتن یکی از علامت های که از نشانه های منافقین هست، اما در یک حالت شریعت غرا اون اجازه میده. پیامبر میگه که دروغگو حساب نمیخورد انسانی که اصلاح میکنه بین مردم و سخنچینی میکنه بین مردم. اصلا سخنچینی حرام است، اما سخنچینی میکنه به خاطر اصلاح بین مردم، یعنی خیر میبرد. دو نفر بین یک دیگر نفهمی هست، مثلا اینکه پریشانی هست در یک عائله، شاید در یک جماعت های، شاید اون میرود میگه که قوم یک قبیله را شنیدم که شما را بسیار دوست می‌داشتند، شما را تعریف می‌کردند، شما باشین چرا قطع اونها جنگ جنجال میکنید؟ چرا شما مثلا اینکه میخواهید که قطع اونها بجنگید؟ و پریشانی چی در کار است؟ گفتم خیلی دروغ میگوید. در اصل او قبیله دیگر کس این قبیله را دوست نمی‌دارد و پیش قبیله دیگر میراد میگه که اون قبیله که من از نزد آنها اومدم شما را تعریف می‌کردند، شما را دوست می‌داشتند، شما باشین قطع اونها چرا جنگ میکنید؟ قطع اونها چرا پریشانی میکنید؟ گفتند آنها را نصیحت میکند. در این حالت اون گناهگار حساب نمیخورد، بلکه اون اصلاح کننده حساب میخورد. من خود در حدیث گفته که لیس الكذاب الذي يصلح بین الناس، اصلاح میکند بین مردم، نه اینکه فتنه میاندازد. امروز اگر دو نفر دوست باشند، دو نفر اگر یک دیگر میفهمیدگی باشند و کار باشند خوب باشد، اون باید یک فتنه بیاندازد، باید کار کند که بین دو برادر کنده بکند، نه اینکه اصلاح کند. این یکی از جمله‌ای که هست، یکی از کسب و کارهای دجال باید پیش برد که باید پریشانی بین امت محمد صلی الله علیه و آله بیاندازد. این جایز نیست است. و کی مثلا که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه در سه حالت اجازت هست دروغ گفتن. یکی از همونها حرب است،
جنگ، حالت جنگ دروغ بگوید که مسلمان قطعی کافر می جنگند، اون باید اون دروغ بگوید که کافر را شکست بخورند، یعنی که مسلمان ها را شکست ندهند، باید اون حیله کند. و اصلاح بین الناس میگه دیگر که هست اصلاح کردن بین مردم. و حدیث الرجل امرأته، و یعنی که مرد سینی همسر طرف همسر خودش میگه که من در حقیقت شما را دوست می‌دارم گفتد و اصلاح کنه بین مثلا که جنجال بین زن شوهر باشد، یا اینکه سخن یک مرد میگرفته پیش زنی اون میبرد که میگه که هم مثلا شوهر شما خیلی خیلی شما رو دوست می‌داشته است، شما باشه اون که هست کرده غیبت کرده میگردید، اون بد میگرد، اون شما رو دوست می‌داشته است، شما قد زندگی کردن می‌خواست است، شما باشید کرده اون هر گپ گفتید در حقیقت این گپ‌های شما خطا هست گفته، بین آنها اصلاح میکند. تصور کنید که یکی از گناه‌های کبیره که سخنچینی هست، لا يدخل جنت قطات، یعنی که نمام در روایت دیگر که سخنچین اصلا جنت نمیره، میگه نبی صلی الله علیه و آله. یعنی که کذاب، آیت المنافقه چی ثلاث اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه دروغ میگه. اما در اصلاح بین مسلمان، اصلاح بین بگم که زن شوهر، یا اینکه مثلا در دیگر حالت هایی که بیان کردیم، این حالات در شریعت اجازت میدهد، به خاطری که هست این سبب های فتنه میشن، بین زن شوهر نفهمی شود، بین بگم که مردم نفهمی شود، این فتنه میشد که از گناه بگم از کشتندم که گناهش کلانتر به حساب میرود. به همون خاطر ما از برادرها طلب میکنیم که فتنه انگیزی را بس کنند، بین مسلمان ها فتنه ناندازند، و که هست دو نفر رو میبینن که اونها اصلاح هستند و یک دیگرشون رو میفهمند، دوست هستند، دیگر که هست این غضب میکند، چون که هست در دل اون غرضی هست، در دل اون سیاه شده که هست، نمیخواد که مسلمان ها سرجم باشند، نمیخواد که مسلمان ها یک دیگر فهم باشند، نمیخواد که مسلمان ها نصرت کننده دینشان باشند. وقتی که پریشانی شید، نافهمی شید در عائله ها، اون دیگر فرزندهاشون بی سرپرست میموند، طلاق حادثه می شود، و دیگری که هست یعنی که مسلمان ها دیگر پریشانی، یک دیگر بدبین شدن، یک دیگر قطع اتفاق که نشدن، دیگر دین هم دیگر از مشکل های دینیشان برآمده، دیگر مشکل های دیگر دنیوی در دیگر مشغول میشن. مثلا که امروز مسلمان که دوست نداشت، مسلمان که دستگیری نکرد، دیگر پریشان میشن، دیگر ظالمین و دشمن های دین که هست اونها رو میکوبند دیگر در هر جایی که بیاوند، دیگر چون که از اتفاق نیستن، در فکر نصرت دین نیستن و دستگیری دین نیستن، اونها که از به هر طریقه و به هر فتنه گرفتار که هستن شکست میخورن و عذاب الهی میاد. الله پود قرآن میگه که شما تفریقه ناندازید، تفریقه نکنید که من بالای شما عذاب میارم و شما رو پراکنده میکنم، دیگر گرد چنگ شما پیدا نمیشد، یافته نمیشد دیگر. یعنی که شما به هر صورت و حالت مثلا که به حبل الله، یعنی که بر اسمان الله شما تمسک کنید، بگید الله پاکی، تا اینکه شما شکست نخورید و رحمت الله بالای شما بیاید و الله بالای شما غضب نکند. از یه فهمیده شد که در فتنه انداختن یا اینکه فتنه در گرفتار شدن خودش یک عذاب الله بوده است، اما در اتفاق بودن و صلح انداختن بین مسلمان ها در این رحمت و برکت الله است. الله پاک همه ما شما از فتنه آنچه که ظاهر است و باطن است نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.